سبد بافی را من از خوردی در 15 سالگی از مادرم یاد گرفتم. همین کسب را یاد گرفتم. مادرم مرا یاد داد. من این کسب را با کلینم به دخترم یاد دادم. خیلی کسب دوست داشته من است. سر میکنیم اینا رو میبافیم. این را زیادتر توریستا بسیار میخرم. در فستیوال‌ها در چاره‌بینی ها اشتراک میکنم. از حساب سبد بافی من درآمدی خوب دارم. زنان نایه اشکاشیم ما را خبردار کردند که در شهر خاروق صرف کنی پول را نمیدانستیم. که وقتی که ما از همون ترینر به ما آموزش خوش رو دادن، ما از همون روز سر کرده چخیل در خواجگی خود پول را صرف میکنیم. در خواجگی چخیل بیزنس را سر درگتین های و یا درون سبد که وقتی در اینترنت ها میبینم، که وقتی در یوتیوب میبینم، که وقتی که در مغازه ها میبینم با سبد ها میفخرم.